خب رسیدیم به قسمت دوم از سیمای صحابی گرامی، بانوی گرامی سلما بنت صخر، مادر ابوبکر صدیق. مادر ابوبکر صدیق. و داشتیم تعریف میکردیم چگونه شد سلما بنت صخر اسلام رو پذیرفت و جز سابقین اولین در اسلام قرار گرفت. یادتون باشه ما تا اونجا پیش رفتیم که گفتیم که ابوبکر صدیق پیامبر خدا صلی الله علیه و آله اصرار میکرد که بعد ما اسلام رو علنی بکنیم، تا اینکه بالاخره پیامبر پذیرفت و دستور اومد اسلام رو علنی کنن. رفتن جلوی مسجد الحرام و ابوبکر صدیق به عنوان اولین خطیب اسلام در واقع اونجا بلند شد و مردم رو سوی خدا و رسول دعوت کرد. مشرکان عصبانی شدند و به شدت ایشونو مورد ضرب و جرح قرار دادن، به ویژه عتبه ابن ربیعه، به گونه‌ای که ابوبکر دیگه بیهوش شده بود و خونین مالی و قبیله ابوبکر اومدن اینو از زیر دست و پای مشرکان در آوردن، قبیله بنو تیم، و این رو بردن خونه‌شون. و پدر ابوبکر ابوقحافه گفتن ببینید ابوبکر به هوش میاد حرف میزنه یا نه، اگر نظر ما انتقام میگیریم. رفتن جلوی مسجد حرام گفتن اگه ابوبکر مرد ما عتبه ابن ربیعه رو میکشیم، تعارف هم نداریم، بحث قبیلگیه. آخر روز که همه منتظر بودن ببینن چه اتفاقی میفته، که روز به پایان رسید و به اصطلاح ما غروب شده بود، هوا یا شب شده بود، ابوبکر صدیق زبان باز کرد، از بیهوشی در اومد و گفتش که با رسول خدا صلی الله علیه و آله چه اتفاقی افتاده. این سخن ابوبکر مثل یک صاعقه‌ای بود بر این قلب این قبیله. خیلی ناراحت بودن، چرا که اینها عصبانی شدن، اینها دارن از ابوبکر دفاع میکنن، بحث قبیله این از رسول خدا صلی الله علیه و آله میپرسه. خب اینها هم مشرک بودن در واقع، ولی خب از قبیلهش بودن و شروع کردن با زبان خودشون ملامت کردن، سرزنش کردن ابوبکر رو، و بلند شدن و از جلسهش رفتن. اما به مادرش گفتن، به سلما بنت صخر، به عبارتی ام الخیر، گفتن که خب به این قضا برسون، به مواظبش باش و درمانش بکن تا حالش خوب بشه، که بالاخره اگر این حالش خوب نشه ما بالاخره مشکل قبیلگی خواهیم داشت، اینو زنده نگردان. اونها رفتند و اما ابوبکر صدیق مرتب اصرار میکرد که رسول خدا حالش چطور هست و اونا گفته بودن خب بدین بخوره بنوشه حالش خوب بشه. این قبول نکرد. مادر هر کار که گفت من نمیخورم، مادر هیچی، نه میخورم نه مینوشم مگر از رسول خدا صلی الله علیه و آله برای من خبری بیاری. ام الخیر وحشت زده شده بود و گفت که من اصلا نمیدونم خب دوست تو چه اتفاقی براش افتاده، داستان چیه؟ پیامبر گفت برو به طرف ام جمیل دختر خطاب. ام جمیل دختر خطاب که به عبارتی خواهر حضرت عمر هست، که ام جمیل گفت فاطمه بنت خطاب بهش میگن، برو پیش ام جمیل و از اون سوال کن پیش دختر حضرت عمر ببین داستان چیه. ایشون رفت پیش فاطمه بنت خطاب یا خواهر حضرت عمر یا ام جمیل باشه، بهش گفت که ابوبکر از حال محمد صلی الله علیه و آله میپرسه و محمد ابن عبدالله چه اتفاقی افتاده. ایشون ترسید، گفت مبادا مادر ابوبکر به عنوان جاسوس قریش است اومده الان این متوجه بشه. گفت نه بابا، من اصلا ابوبکر رو نمیشناسم، من با محمد ابن عبدالله ارتباطی ندارم، به من هیچ ارتباطی نداره اینها. بعد مادر گفت خب اگه اینجوری بیا با هم بریم پیش ابوبکر. مادر آدم بازرنگ باهوشی بود، با ذکاوتی. بیا با هم بریم پیش ابوبکر، خود ببین ابوبکر رو ببین چه جوریه. گفت باشه بریم. و البته این خودش هم این پیشنهاد رو داد قبلش که بریم مثلا ببینیم داستان چیه، چون ایشون گفتش که ببین خیلی جالبه وقتی میگه که ما اعرف ابوبکر، من که ابوبکر رو نمیشناسم که تو میگی که، ولی خب حالا بریم. مادر خب میگه بریم ببینیم. وقتی که میره پیش ابوبکر صدیق میبینه و ابوبکر صدیق افتاده خونین و مالین و بالاخره تو بستر و وضعیتش خیلی خرابه، اصلا دلش به رحم میاد و ناراحت میشه و فریاد میزنه که و قسم به خدا ببین این فاسقان، این کافران، این ستمگران چه بلایی بر سر تو آوردن، قطعا خدا انتقام تو رو ابوبکر از اینها خواهد گرفت. ابوبکر هیچ جواب نداد، گفت بابا بگو رسول خدا صلی الله علیه و آله چطوره. ایشون ام جمیل که دختر خطاب باشه، فاطمه باشه، با اشاره به ابوبکر گفت که خب مادرت اینجاست، من میترسم از مادرت و فلان اینا. ابوبکر گفت بگو مادرت میشنوه. ابوبکر گفت نه مادر من جاسوس نیست، نگران نباش، بگو چیز هر چی هستش. بعد گفتش که نه پیامبر خدا صلی الله علیه و آله صحیح و سالمه. ابوبکر گفت من میخوام با چشمان خودم ببینم، من نمیتونم باور کنم، من بعد با چشمان خودم رسول خدا صلی الله علیه و آله رو ببینم. بعد الان کجاست؟ ایشون گفت خب تو خونه ارقم ابن ابی ارقم هست رسول خدا، همون مرکز اولیه دعوت اسلامی که اونجا بودش. گفت من ابوبکر گفت من قسم به خدا نه چیزی میخورم نه چیزی مینوشم، از من امکان نداره لب به حتی لب نخواهم زد، نمیچشم حتی هیچ غذایی رو مگر اینکه من پیش رسول خدا صلی الله علیه و آله بریم. مادر وقتی این صحنه رو دید دلش به رحم اومد،
دیگه چیکار میتونست بکنه؟ گرفت با ام جمیل فاطمه دختر خطاب، یعنی خواهر حضرت عمر، اینا گرفتند و این رو با هر طریقی بود در اون تاریکی شب که بالاخره مردم آرام شده بودن دیگه، شب بوده، هر کسی تو خونه ها شده، فضای مکه برقی بوده نه هیچی، رفتند و در حالی که تکیه داده بود به مادر خودش و به خواهر حضرت عمر رفتن تا به خونه ارقم رسیدن. تا به اونجا رسیدن که به نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله رسول خدا صلی الله علیه و آله ایشون رو دید، رسول خدا صلی الله علیه و آله خودش انداخت رو ابوبکر و شروع کرد ابوبکر رو بوسیدن و مسلمان هم به همین صورت شروع کردن به ایشون رو بالاخره بغل کردن و خیلی دل رسول خدا به رقت افتاد، ناراحت شد، این صحنه رو دید، به شدت ابوبکر گفت پدر مادرم فدای شما یا رسول الله، من هیچ مشکلی نیست که به من چه رسیده از اون فاسق به این کارهایی که با من انجام داده، من این رو بگم که شما سالمید کفایت میکنه، اما یه خواهشی از شما دارم، مادر من آدم نیکیه، خوب دقت کنید، هازی امی، این مادر من هست، این به پسر خودش نیکی کرده، تو هم دعات مبارک یا رسول الله، دعا کن تا مادر من ایمان بیاره، شاید خداوند مادر من از آتش جهنم نجات بده. رسول خدا صلی الله علیه و سلم دعا کرد و در همون جلسه سلما بنت صخر به عبارت ام الخیر مادر ابوبکر صدیق ایمان آورد و اینجا دیگه بس صفحه جدیدی در زندگی ام الخیر پدید میاد و ایشون به کاروان سابقین اولین مسلمانان ملحق شد و رسول خدا از این امر خیلی خوشحال شد. ابوبکر صدیق چشماش روشن شد تا بالاخره زمان فتح مکه رسید که پدر ابوبکر صدیق هم اومد و بالاخره اسلام آورد و این نعمت اسلام شامل حال این شده. حضرت علی رضی الله عنه نقل میکنه از ابوبکر صدیق که میگه که این پدر مادرش هر دو مسلمان شدن و هیچ یکی از مسلمانان صحابه نسل اولیه یک چنین شانسی رو نداشتن که ابوبکر صدیق داشت. در هر صورت مسلمانان در مکه بالاخره تونستن فتح مکه نصیبشون شد، در اسلام به قدرت و عزت رسیده بود و خب از طرفی هم که مشکلات، یعنی خود داشتم میگفتم به خود من مقدار حواسم رفت به قسمت قبل، داشتم میگفتم در زمانی که بالاخره مادر ابوبکر صدیق ایمان آورد و مسلمان ها در مکه بودن، قبل از اینکه مسلمان ها بالاخره مکه رو فتح کرده باشن و اسلام گسترش پیدا کنه، این همون دوران مکی، خب طبیعیه که مادر ابوبکر صدیق هم از رنج ها و سختی های زیادی مثل مسلمانان بهره مند شد و ایشون هم بالاخره با مسلمان ها به مدینه هجرت کرد تا بتونه در این هجرت بهره مند بشه از زندگی ایمانی و از آرامشی که نصیبشون میشه در کنار رسول خدا صلی الله علیه و آله است. با رسول خدا بیعت کرد و زبیر ابن بکار نقل میکنه مادر ابوبکر صدیق رضی الله عنهما میگه جزء کسانی بود با پیامبر خدا بیعت کرد و جزء مهاجرین بود که در هر صورت رسول خدا صلی الله علیه و آله از این دنیا رفت در حالی که راضی بود از یاران خودش، راضی بود از ابوبکر صدیق، از مادر ابوبکر صدیق، از همه اصحاب و یاران خودش و مسلمانان با ابوبکر صدیق به عنوان جانشین رسول خدا صلی الله علیه و آله بیعت کردند و خب این عزتی بود که خداوند نصیب ابوبکر صدیق کرد. از اون طرف خب نصیب پدر مادر ابوبکر صدیق و فرزندان اینها شد، چرا که اینها همه پیامبر خدا رو درک کرده بودن، اسلام آورده بودن و همه مسلمانان از این خیر و برکت بالاخره بهره مند بودن، تا اینکه ابوبکر صدیق هم حتی از دنیا رفت و نقل شده مادر ایشون و پدر ایشون خب از ایشون هم ارث بردن و این موردی که در بحث میراث حتی در مورد اینها در این مورد نقل میشه. در هر صورت مادر ابوبکر صدیق میگن زندگیش ادامه پیدا کرد، یعنی بعد از چند ماه ایشون هم از دنیا رفت و بالاخره به جمع صالحان و نیکانی که بودن پیوست و خاطرات ذکری خیر ذکری که از ایشون نقل شده، یعنی نقل شده در سال 13 هجری ایشون تقریبا از دنیا رفتن. از پروردگار میخوایم همه این بزرگواران رو در کنار رحمت‌های بیکران خودش قرار بده، خیر و محبت و نیکی رو هم نصیب ماها بکنه و بتونیم از این چشمه فیاض خیر و نیکی بهره مند بشیم و اینو بدونیم که هیچ راهی نداریم جز این که برگردیم به سوی الله. هیچ راهی نداریم جز این که توبه کنیم از غفلت هامون، از معصیت هامون، نافرمانی هامون. چرا که اگر ما هرچی خودمون از حقیقت دورتر بکنیم، هرچی از پاکی دورتر بکنیم، به سمت بدی و زشتی و گناه کشیده میشیم. و بدونید که هر وقت واقعا ماهی از آب بگیری تازه است. همین الان باید برگردیم به سوی حقیقت، همین الان باید برگردیم به سوی خوبی تا حقیقت ها را از دست ندیم. نسل اولیه این گونه بودند. ببینید در صحابه اصحاب پیامبر
از سابقین و اولین و بالاخره مهاجرین و انصار و حتی کسانی که بعد از فتح مکه مسلمان شدن، این تاریخ و این سیرت ها به ما چی نشون میده؟ به ما درس میده که راه سعادت ما، خوشبختی ما بازگشت به حقیقت، نه فرار از حقیقت. اگر ما از حقیقت فرار کردیم، از پاکی فرار کردیم، از خوبی فرار کردیم، از توحید فرار کردیم و بنده شهوات و بندگی بت‌ها و قبرها و سنگ‌ها و بنده طمع نفس خودمون شدیم و قدرت‌ها شدیم، همه چیز رو از دست خواهیم داد. خب وقتتون رو نمیگیرم شما عزیزان رو، تا فرصت دیگه در پناه خدا باشید تا بتونیم، اگه خداوند توفیق داد، بتونیم این داستان‌های صحابه رو همچنان با هم دیگه ادامه بدیم. خدایا رو نگهدارتون.